آیا میخواهی که در خاندانت خیر و برکت باشد و جن و شیاطین از آن دور باشند؟ وقتی وارد خانه ات میشوی بسم الله گفته به اهل خانواده ات سلام بگو. در روایت ترمذی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت انس رضی الله عنه فرمودند ای فرزندم وقتی به خانه ات وارد شدی سلام بگو. این برای تو و اهل خانواده ات مایه خیر و برکت می شود. و در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند انسان وقتی وارد شدن به خانه اش و وقتی طعام خوردنش الله را یاد کند، یعنی بسم الله بگوید، شیطان ها ناامید شده و همدیگر می گویند در این خاندان برای شما نه طعام است و نه جای خواب. پس اگر خیر و برکت می خواهی این عمل را